سلام. راهبرد بعدی از سری راهبردهای حل مسئله حدس و آزمایشه یا سعی و خطا هم بهش میگن. ما تو حل بعضی از مسائل بعضی مواقع مجبور میشیم که پاسخ رو حدس بزنیم. یک پاسخ رو حدس بزنیم، آزمایشش کنیم، بررسیش کنیم و بعد از اون پاسخهای بعدی. بچه اینو دقت کنین که اون پاسخها با یک روند و روال منطقی باید در نظر گرفته باشه، به طوری که ما رو به جواب نزدیک کنه، نه اینکه ما رو از جواب بخواد دور کنه. خب یه مثال براتون میزنم که موضوع کاملا روشن بشه. بچه توی پارکینگ ما مجموعاً 20 تا دوچرخه و 3 چرخه داریم و مجموع همه چرخ‌های این دو چرخ و 3 چرخ هم 45 تاست. برای من باید مشخص کنیم که تعداد دو چرخ و 3 چرخ به تفکیک چند تاست. خب ببینید روند حل رو دقت کنید. یه جدول اینطوری ترسیم می‌کنیم. تعداد دو چرخ 3 چرخ مجموع چرخ‌ها. خب بچه‌ها تو حدس اول میام کلا تعدادشون 20 تاست. دقت کنید. تو حدس اول جفتشون رو 10 میگیرم. مجموع چرخ‌ها چقدر میشه؟ بله آفرین 50 تا. خب از 45 تای ما خیلی بیشتره. مجبوریم تعداد چرخ‌ها رو کم کنیم. بچه‌ها دقت کنین حدس‌ها باید به چه مسیری بره و با چه روالی انجام بشه. از تعداد سه چرخ‌ها کم میکنم، به دو چرخ‌ها اضافه میکنم، یعنی 11 9. تعداد میشه 49 تا. کم شد. خوبه. همین روند رو میتونم ادامه بدم. 12 8. بچه‌ها مجموع باید 20 تا ثابت بمونه. دقت داشته باشید. 48 تا شد. خب اینو ادامه میدم. همینطور ادامه میدم تا اینجا رو 15 و اینجا رو 5 که تعداد میشه 45. به جواب رسیدم. روال و روند اون حدس‌ها باید خیلی حواستون باشه و دقت کنید در موردش. مثال بعدی رو ببینید. دو تا زاویه متممن بچه‌ها. جمعشون میشه 90 درجه. آفرین. یکی از زاویه‌ها 3 برابر اون یکیه. خب این دو تا زاویه چه مقداری دارن؟ بچه‌ها ببینید باز هم میام روند رو اینطوری در نظر میگیرم. دو تا زاویه که جمعشون بشه 90، یکیش هم 3 برابر اون یکی باشه. خب از زاویه 20 درجه شروع میکنم. 20 درجه به اضافه زاویه دوم 3 برابر این باشه، باید 60 درجه باشه، میشه 80. خب کمه، هنوز به 90 نرسیدیم. اضافهش میکنم. باز هم دقت کنید روند حدس ها باید چجوری باشه. اینو میگیرمش 22 به اضافه 66 میشه 88. باز هم کمه، باز هم باید زاویه رو بزرگترش کنم. میگیرم 23. این میشه 69 میشه 92. رد شد بچه ها. اضافه شد. خب باید یه مقدار ازش کم کنم. 22 و نیم 67 و نیم میشه 90. به جواب رسیدم. خیلی مهمه بچه ها دقت بسیار زیادی در این خصوص داشته باشید. سوال بعدی رو شما حل کنید بچه ها. 3 ضرب در چه عددی به اضافه 10 میشه 31. بچه ها این سوال رو برام حل کنید. جوابش رو تو کامنت ها برام بفرستین. به عنوان راهنمایی میتونید مثلا از عدد 10 شروع کنید. بعد ببینید بیشتر از 31 میشه یا کمتر از 31 و حدس بعدیتون رو اصلاح کنید و این روند رو انقدر تکرار کنید که بتونید به اون جواب مورد نظر برسید. جواب برام تو کامنت ها بفرستید. اما راهبرد بعدی زیر مسئله است. بچه‌ها بعضی وقتا اطلاعات مسئله شامل یک سری زیر مسئله ها هم میشه و ما باید اول زیر مسئله ها رو حل کنیم و برسیم به اون مسئله اصلی. این مثال اول رو دقت کنید. پسنداز هفتگی محمد 30,000 تومنه. 5 هفته پسنداز اون نصف قیمت یک کیفه. قیمت کیف چقدره؟ خب ببینید بچه‌ها سوال اصلی چیه؟ قیمت کیفه. سوالات فرعی یا زیر مسئله ها چیان؟
ببینید پسنداز هفتگی محمد 30,000 تومنه. 5 هفته پسندازش. خب یکی از زیر مسئله های ما همینه. 5 هفته پسنداز محمد چقدر میشه؟ پسنداز 5 هفته میشه چی؟ میشه 5 ضرب در 30,000 تومن که میشه 150,000 تومن. این یکی از زیر مسئله هاست. حالا مسئله اصلی و سوال اصلی از ما چی خواسته؟ قیمت کیف رو خواسته. گفته این 150,000 تومن نصف قیمت اون کیفیه که محمد دوست داره. بنابراین قیمت کیف چقدر میشه؟ میشه 150,000 تومن. نصفشه این، یعنی اینو ضرب در 2 میکنیم. بنابراین میشه 300,000 تومن. اول زیر مسئله رو حل کردیم و بعد مسئله اصلی رو. اما بچه مثال بعدی رو هم دقت کنین. توی یه مجتمع ساختمانی یک استخر هست با طول و عرض و عمق به ترتیب 12، 6 و 1.5 متر. ما میخوایم داخل این استخر رو رنگ‌آمیزی کنیم. سایر اطلاعات هم اینجا اومده. قیمت هر کیلوگرم رنگ 300,000 تومان، دستمزد هر متر مربع رنگکاری 20,000 تومان و برای هر متر مربع هم 0.3 کیلوگرم ما رنگ نیاز داریم. خب سوال از ما خواسته که هزینه کل رو و هزینه این رنگکاری و نقاشی رو براشون حساب کنیم. ببینید بچه‌ها، این سوال هزینه کل رو از ما میخواد و یک سری زیر مسئله هم داره. باید بیایم به ترتیب زیر مسئله ها رو حل کنیم تا به جواب مسئله اصلی برسیم. اولین زیر مسئله بچه‌ها، سطح کار چقدره؟ مساحت کار بچه‌ها ببینید، دقت کنید. من این گوشه اون استخر رو میکشم. ببینید بچه‌ها، فضای داخلی استخر 4 تا دیواره داریم به اضافه یک کف. روش که دیگه نقاشی نمیشه. 4 تا دیواره داریم به اضافه یک کف. این 12، این 6 و این هم 1.5. شکل کاملا فرضی هست. خب ما اول باید مساحت کار رو به دست بیاریم بر حسب متر مربع. خب اینو قبلا خوندید، میدونید. مساحت کف میشه 12 ضرب در 6 به اضافه 1. کل سطح کار رو باید حساب کنیم. این دیواره این طرف و اون طرفش رو داریم، 2 تا داریم، پس میشه 2 تا 1.5 ضرب در 12. 2 ضرب در 1.5 ضرب در 12 به اضافه این دیواره و دیواره روبرویش رو حساب کردم. مستطیلی هم هست دیگه. این دیواره و دیواره روبرویش هم هست. سطح داخلی اینها باید رنگ‌آمیزی بشه. خب میشه 6 ضرب در 1.5. 2 تاست دیگه، میشه 2 ضرب در 1.5 ضرب در 6. اینو حساب کنید میشه 126 متر مربع. خب این اولین زیر مسئله که اومدیم سطح کار رو حساب کردیم. خب بچه‌ها میریم سراغ قسمت بعدی. مصرف 0.3 کیلوگرم رنگ برای هر متر مربع. پس مصرف رنگمون چقدر میشه؟ سه دهم ضرب در 126 متر مربع به ازای. خب میشه 37.8 کیلوگرم. خب زیر مسئله بعدی چیه؟ قیمت هر کیلوگرم رنگ رو میخوایم حساب کنیم. خب اینقدر کیلوگرم رنگ ما استفاده کردیم. قیمت رنگ میشه 37.8 ضرب در 300,000 تومان میشه 11,340,000 تومان. خب هنوز به جواب نهایی نرسیدیم، چون به قول من این هزینه دستمزد رو هنوز حساب
نکردیم. دستمزد برای هر متر مربع 20,000 تومانه. خب چقدر شد؟ 126 متر مربع. پس می‌نویسم دستمزد 126 ضرب در 20,000 تومان، 2,520,000 تومان. هزینه نهایی میشه مجموع این دوتا، یعنی 11,340,000 به اضافه 2,520,000. دیگه خود میتونی جواب رو به دست بیاری. اما مثال سوم رو شما حل کنید. مثال سوم به این شکله که یک میوه فروشی مقداری پرتقال رو 80 کیلوگرم در از پرتقال رو به قیمت 12,000 تومان خریداری کرده و این پرتقال رو به قیمت کیلویی 17,500 تومان فروخته. یک سری هزینه ها همین وسط اتفاق افتاده. مثلا 10% پرتقال ها خراب شده، 100,000 تومان بابت کرایه هم پرداخت کرده و 40,000 تومان بابت هزینه های جانبی. اما سود اون از فروش پرتقال ها چقدره؟ اینم به وسیله همین راهبرد زیر مسئله میتونید حل کنید و جوابش رو برام تو کامنت ها بفرستید. هر سوال دیگه هم داشتید تو کامنت ها من پاسخگوی سوال شما هستم. موفق باشید.